صفحه 21 شنبه 22 فروردین 43 مدینه 8:30 صبح وارد شدیم. سلام ماموران دروازه و گلکاری میدانگاهیش پیشباز خوشی بود. چون از 11 شب توی اتوبوس بودیم و پاها آماس کرده. از بس روی صندلی نشسته ماندیم و هنوز متورم است. تا به حال همچه دردی نداشتم. به گمانم به علت این لنگ و پاچه باز هم باشد. آخر زیر این دشداشه فقط یک شلوار کوتاه به پا دارم. خدایی بود که عقل کردم و از جده یک پتو خریدم. وگرنه در همین قدم اول قزلقرد کرده بودم. هم الانم میان کتفام سخت درد می کند. قلنج مانند. سرفه هنوز نیامده گرچه قطره این پسندرینگ دارم. بابا تو هم آمده ای حج آن وقت این همه در بند خود بودن؟ اگر مردی این دواخانه قراضه سفری را فراموش کن و اصلا خودت را. دیشب از 8 تا 10 منتظر رسیدن اتوبوس بودیم و از 10 تا 11 تویش نشسته منتظر حرکت. که من در کورسوی چراغ سقفش قلمم را زدم و دیگران هی غر زدن برای جاهاشان. تا عاقبت حرکت کردیم. به نظرم از 11 هم گذشته بود و چه خوشحال. تازه یک وقت دیدیم که از 9 وسط شهر جده ایم برای عوارض دروازه و آمارگیری لابد و این حقه بازی ها. و بعد برگشتیم و از همان حوالی مدینة الحاج افتادیم روی جاده مدینه و این کی بود؟ درست ساعت 12:15 و من تا 1 بیشتر دوام نیاوردم. پتو را سفت به خودم پیچیدم و رفتم توی چرت. یک بار ساعت 3 بیدار شدم به علت خرابی ماشین. مرتبه دوم ساعت 3:30 ایزن به علت خرابی ماشین. و همین جور بیداری بود تا آبادی بدر. ساعت 5 که 10 دقیقه به 10 دقیقه ماشین می ایستاد. بعد شلاقی راه می افتاد. و هر بار شوفر می رفت پایین و مختصر دستکاری توی موتور می کرد و بعد به 2 می آمد بالا و پا روی گاز و چنان می کوبید روی پدال که انگار میخ می کوبد. مداوم و پشت سر هم. 2-3 تا راننده جزو دسته من داشتیم. هرچی کوشش کردن بهش کمک کنن زیر بار نرفت. قدی عربی. کاربرات بنزین نمی کشید. یارو می رفت با یک شیلنگ و با دهان از باک بنزین می مکید و می ریخت توی کاربرات. 5 دقیقه حرکت و از نو توقف و زاریاتی بود. سر و صدای مردم در آمده و زنها ناله و نفرین کنان و رسما به هرچه عرب بود فحش می دادن. جوری که 1-2 بار دخالت کردم و دادی سر این و آن که چرا آنقدر خودتان را باخته اید؟ ماشین های دیگر که می گذشتن تک و توک توقفی می کردن برای همدردی یا همکاری. اما مردک راننده سرغوز افتاده بود یا مجاز نبود یا حق ازش طرف می شد. لابد کمک کننده گزارش میداد که فلانی وسط راه مانده که من ماندم و کمکش کردم و ارخ. و ساعت 6:30 بود که از بدر به راه افتادیم. ما آبی به سر و صورت زده و نماز خوانده و چای براد و نان ذرت آمریکایی خورده و ماشین تعمیر شده و بی دردسر. و تا مدینه توقف نکردیم. اما دیگر سر و صدای دایی در آمده بود پیرمرد که ما جوانها هم تحملش را نداشتیم. در مدتی که توی اتوبوس به انتظار حرکت از جده نشسته بودیم می دیدم که چقدر حمال فراوان است و در آبادی های وسط راه چقدر فقیر و فقط کور و افلیج. اما امان از جده و حمال هایش. اصلا انگار بار اصلی این مراسم حج به دوش حمال هاست. حمال های بی بند و بار و بی کوله بار و دست خالی. و چه مهمل هم. بسته طناب از کارخانه رسیده را که راننده برای پیچیدن بارها تحویلشان داد، گرهش را با دندان باز کردند و بعد آنجایی را که می‌خواستند ببرند گذاشتن روی آسفالت و با یک تکه سنگ درست 10 دقیقه کوبیدن تا پاره شد. حتی چاقوی جیبی نداشتند و راننده هم ایستاده بود و میدید. ولی کمکی یا ابزاری برای بریدن ابدا. حمال‌ها 3-4 نفری کوشش می‌کردند و همه دست خالی و طناب سخت تابیده بود و از کنف بود و چنان شق بود که حتی تا نمی‌خورد.
عالی ترین نمونه رابطه سازنده بودن و مصرف کننده بودن. هرچه ماشین دقیق تر، مصرف کننده مبتدی تر و بدوی تر. درست است که راه بردن 500,000 خارجی در مدت کمتر از 1 ماه برای مملکتی که فقط 5-6 برابر این عده جمعیت دارد کار ساده ای نیست. اما به هر صورت دیده می شود که برای حج هیچ نوع تشکیلاتی از قبل فراهم نیست. امر حج را رها کردن به درمانده ترین و بدوی ترین تعلیمات ندیده ترین و فقیر ترین لایه‌های اجتماعی. تنها خبری از تشکیلات این که اتوبوس‌ها همه یک جورن و یک رنگ و متعلق به 2 شرکت، التوفیق و یکی دیگر. و صاحب سهام اصلی هر دو لابد الملک المعظم. جده تا مدینه 400 و خورده کیلومتر راه است. اما حتی خط تلفن کنار جاده نیست. اطراف جاده را جدول بسته بودند و سیلبندها تازه تعمیر شده بود. ولی نوار آسفالت آنقدر باریک بود که 2 اتوبوس برای تقاطع باید به خاک می‌زدند. و من که روی چرخ نشسته بودم می‌فهمیدم که چطور از بغل هم می‌گذرند. انتظار کشیدن 3-4 ساعته برای هر چیز سخت عادی است. حجاج در دسته‌های 20 تا 50 نفری همه جا پلاسند. به جده اشاره می‌کنم و ما شانس آوردیم که حمله دارمان سابقه دار بود و میگفت رشوه داده است و چه منت‌ها گذار سرمان که 14 نوبت زودتر حرکتمان داده است. رها کنم. در رابغ که اتراق کرده بودیم یکی از مازندرانی‌های همراهمان از محدث پرسید: یعنی اینجا عربستان است؟ محدث گفت بله و یارو گفت که اینطور. و به جستجوی سندی بر این ادعا به آسمان چشم دوخت که عجیب بلند بود و ستاره ها سخت می درخشیدند. اما سرگرد بازنشسته شهربانی وارفته و استکان به دست ماتش برده بود به سگ‌های سیاه و ریزنقشی که میان خاک و خل اطراف گله‌وار دنبال ماچه‌ای کرده بودند. و هر از گهی یکیشان در آمده و سخت قرمز آن وقت شب. و این رابغ نصفه راه بود، اما حتی برق نداشت یا داشت و خاموش بود. و چراغ‌های زنبوری وزوز کنان و چای بد جوری شیرین بود و جوشیده. آبادی بدر هم برق نداشت، اما از 1-2 فرسخی مدینه تکل‌های برق فشار قوی باریک و کوتاه شروع کرد به رژه رفتن. الان از ظهر گذشته، اما هنوز از باقی مسافرهای دسته ما خبری نیست. و ناچار از خواهرم که با شوهرش جواد در اتوبوس‌های بعدی مانده. حمله‌دارمان میگوید ماموران سعودی نمیگذارند هیچ اتوبوسی از ساعت 9 صبح به بعد زیر آفتاب حرکت کند. باید صبر کنند تا غروب آفتاب. این هم خبر دیگری از نظم. اما بیشتر به خاطر اتوبوس‌ها که زیر آفتاب جوش می‌آورند و کمپانی لطمه می‌بیند. و خانه‌ای که در آن سکونت کرده ایم تازه ساز است، بیرون شهر، نزدیک باغ‌های خرما، در محله‌ای به اسم درب الجنائز. و از پنجره شمالیش وسط بقیع را هم می‌بینی. و آب با تانکر برایمان می‌آورند، هر نیم متر مکعبی به 1 ریال سعودی. صفحه 25. همان روز و همانجا. توی ماشین ما سیدی بود سخت چاق و سرخ سفید، با ریش 2 رنگ، تهش سفید وسطش قرمز آخرهایش سیاه. لابد رنگ و حنایش دیر شده. وسط آن بیتابی سفر حضرات همسفران را گرفته بود به باد نصیحت و نهی از منکر که در مشاهد مشرفه مهر با خودتان بر ندارید و تظاهر به افتراق نکنید و هی در و دیوار را نبوسید و خوش بود. جده که بودیم یک جا دیدم پژو را روی تابلوی دکانی نوشته بود بیجو. جای دیگر چشمم افتاد به تابلوی وزارت الحج و الاوقاف و آن وقت این شلم شولبا اگر وزارت نداشت چه میشد؟ و آبادی ها و خیابان های اینجا معرض بسیار وسیع‌تری است برای مصرف فلورسنت. سر شب که می آمدیم قهوه خانه‌ای سر راه از دور شبیه بود به مثلا یک کارخانه تصفیه نفت، از بس فلورسنت بر سر در و تیرک‌های اطراف زده بودند. مثل اینکه از 12 به بعد برق خاموش شد، برگشتن باید دقت کنم. در مدینه الحاج جده و فرودگاه هم و اینجا هم گاهی اعلانی به دیوار می‌بینی که ساعتی 1 لیوان بزرگ آب بخورید و چت به کار ببرید.
آب را بی این اعلان هم تا به حال خوردم، اما حوصله قبل منقل را ندارم. همین کیفی که به دوش آویختم و سیگارم و مختصر پولی و دفترچه‌ام را در آن میگذارم کافی است. یک شب کلاه هم باید بخرم، اما عراکی پوستین پوش همسفر ما رفته یکی از آن منگوله دارهایش را خریده. چتر را میگویم که درو هم هست، تویش سبز رویش سیاه و چنان به جانش بسته که انگار عصای موسی. و خود من صبحی از نزدیک باب جبرائیل یک مشت مانند برزنتی خریدم برای آب. آدم را به بدویت نزدیکتر می کند. گذشته از اینکه معده‌ام حوصله آب یخ را ندارد. در همان حال بود که یک قهوه فروش دوره‌گرد رسید با قهوه جوشش در دست و سطلی به دوش آویخته پر از ابزار کسب. 2 فنجان قهوه خوردم. بدجوری شیرین و بدجوری معطر و سخت آبکی، به عطری عوامانه و 2 تایش به 4 قروش و یارو عجب التماس دعایی داشت. بیشتر گدایی میکرد تا قهوه فروشی که از غزه آمده است و ابن سبیل است و الخ. این اعراب غزه که از فلسطین گریختند انصافاً بدجوری بیخریش اسلام ماندن و چند سال از آن واقع 10 سال می شود. این حضرات را همچنان به بی تکلیفی زیر چادرها به گدایی نشاندن و وسیله کردند برای جدال میان مصر و اسرائیل. نه کاری، نه اسکناسی، نه امکان برگشت به اسرائیل و نه اجازه ورود به مصر. دیروز غروب هم یکی دیگرشان را دیدم در مسجد بغل مدینه الحاج جده، همین جور به گدایی، بی مستمسک فروش چیزی. ولی پس از السلام علیک صف نماز چنان به سرعت از هم پاشید که یارو حتی فرصت طرح سوال نکرد. آنجا هم نماز بی قنوت بود و دست به سینه. ولی در صفی که من ایستاده بودم 4-5 نفری دستهای آویخته داشتند و حصیر کف مسجد خنک بود و خوشنقش و دراز به دراز. مشخص هر صف و سخت ریزباف و بیشتر حجاج کفش‌هایشان را می‌زدند زیر بغل و می‌آوردند تو. جالب وقتی بود که به تشهد می‌نشستند. اغلب پاهای راستشان زیر نشیمن در حالی بود که دو را با آن شروع می‌کنند، یعنی کف انگشت‌ها به زمین و کف پا عمود بر انگشت‌ها و از عقب هویدا با پاشنه‌های ترکیده و انگار به مسابقه 2 نشستند. ولی این سیاه‌ها دیدنی‌ترند. موقع تشهد چنان روی زمین وامی روند که انگار نه انگار 2 زانو نشستنی هم هست. مثل اینکه نمی‌توانند ساق پاوران را زیر و روی هم قرار بدهند. فکرش را می‌کردم همان سر نماز می‌دیدم ادب 2 زانو و 4 زانو نشستن ادبی است بسیار قدیم و متعلق به آسیا، چه در اسلام چه در هند و بودا و ژاپن و چین و اطراف آن دیگر، و از آن نه اروپایی بهره‌ای دارد نه آفریقایی. به هر صورت هر کدام از سیاه‌ها در صف دست کم جای 2 نفر 2 زانو نشسته را می‌گرفت. از مسجد که در آمدم رفتم توی یک قهوه خانه. باز همان بغل دست مدینه الحاج جده به قصد تمرین عربی. یکی از این کلاها سفارش دادم که بوی کباب شامی به دماغم خورد. از دکان بغل دستی. اسمش را پرسیدم، گفت چوگرتمه. گفتم برایم بیاور. تکه های گوشت روی هم تپیده و عمودی به سیخ کشیده. جلوی یک میله مارپیچ قرمز شده از برق و عجب بویی. نمیدونم پس از چند سال بود که شکمم به هوس می آمد و تا حاضر بشود با بغل دستی هم گپی زدم. بدوها عقال نقش قرمز دارم و شهری ها سفید. فصل حج جمعیت جده 2 برابر می شود. گوشت قربانی را گله‌دارها و چوبدارها از 5-6 ماه پیش راه می اندازند و پای پیاده می برند به سمت منا. قسمت اعظم این گوشت از آفریقا می آید، از شمال حبشه. ولی او نمیدانست که علف سنا هم میخورند یا نه، که حجاج ایرانی درباره‌اش این همه وسواس دارند. مصاحبم جوانکی بود با پیراهنی و چفیه‌ای سخت سفید و بیعقال. چفیه را مثل روسری به سر انداخته. گفت چه کاره است، اما نفهمیدم و خجالت کشیدم سوالم را تکرار کنم. مطالبی که میگفت جالبتر بود تا هویتش. وقتی فهمید لته پته هم از انگریزی میدانم سخت به شوق آمد.
و حالا نوبت او بود که تمرین زبان کند که کشیدمش به سیاست. سخت مخالف اوضاع بود و اصلا مخالف حج بود. می گفت این یک آبروریزی است و علت عقب ماندگی مملکت. نمیگذارد به هیچ کاری برسیم. عادتمان داده به دست به دهان ماندن و غیره. و من چوگرسمه را مزه کنان می دیدم که همه جا کرم از خود درخت هاست. خواستم متوجه قضیه نفتش کنم و رابطه خاص ماده خام و جنس ساخته و از این خزعبلات که دیدم کارم دیر می شود. علی‌السلام و با این خاطره بود که از جده در آمدیم. شب همان روز. مدینه. اول شب در مسجدالنبی. پس از نماز مغرب گشتی می زدم. مردم دست دسته گپ زنان یا تک تک ذکرگویان و قرآن خوانان. صف نماز که دایر بود 2-3 نفر می گشتند و مردم را باد می زدند. یکی که باد بزن نداشت چفیه‌اش را باز کرده بود و با آن باد می زد. در حدودی عین شلاق زدن. و نماز که تمام شد آب سبیل دهندگان هم راه افتادند. هر کدام با کوزه یا جامی و چه جامهایی از هر کدامشان جرعه‌ای نوشیدم، سفید یا زرد، و اغلب کار هند و پاکستان و چه خنک. زیر رواق مسجد گله به گله کسی وعظ می‌کرد. یک پاکستانی به اردو که نفهمیدم، 3 نفر به عربی که کنار جمع 2 تاشان ایستادم. یکی سلیس و بلیغ در مناقب رسول میگفت و تاها ما انزلنا القرآن علیک لتشقی، و شب بیدار شدن عایشه و شوی را دیدن که در سجده است و او به گمان این که مرده، که رد شدم. دیگری با ریخت هندی و به عربی نسبتاً فصیح چیزی میگفت در حدود چرندیات غرب زدگی که دیدم عجب، مطلب آنقدر عوامانه بوده است که واعظی در مدینه طرحش کند و لابد هر روز، و با چه زبانی حماسی. ثنایای بالاییش پیش آمده بود و لبهایش به هم نمی آمد، اما از ایمان می گفت و از اسلام و از اینکه در اتحادش چه خطری برای عالم غرب است. پرانتز باز، الان برق قطع شد و نور چراغ قوه دستی جواد دارم قلم می زنم. پروانه‌ای شبیه کرم ابریشمی استحاله یافته از پای لامپ آمده بالا و حالا دارد دور دهنه چراغ می گردد و عجب کرکی دارد، کوتاه و پرپشت و پرپرشونده، و حالا آمد روی دفتر. بگذارمش بیرون پنجره و برگردم. پرانتز بسته. یارو روابط سازنده و مصرف کننده را فهمیده بود و برای مردم توضیح میداد. اما نمیدانم چرا دلم رو زد. یاد سید جمال الدین اسدآبادی افتادم و گذشتم. مردم گرد ذریح میگشتند و ماچ و بوسه و شرطه های سعودی من میکردند و میتاراندند، اما ضرب و شتمی در کار نبود. سر راه هم یکی مهرش را میگذاشت زمین و سجده میکرد و بعد که سرور میداشت مهر توی مشتش بود. عصری رفتم پستخانه. پستچی 11 قروش تمبر برای پاکت داد و 12 تا برای کارت. پرانتز باز، هنوز به دست نیاوردم که 1 ریال سعودی 20 قروش است یا 21 قروش. پرانتز بسته. و از آن عصر را میگفتند که از صف پست فارغ شدم و تا آمدم به جنبم کوچه و خیابان را صف نماز انباشت. به یک چشم به هم زدن. هر که میرسید به صف میپیوست، اما دکاندارها همچنان مشغول معامله. که بغل دست یک زن ایستادم کف خیابان، پا برهنه و کیف کوچک دوشی هم زیر پیشانی. و زنک دختری داشت جلویش نشانده به بازی و خودش عبای سفید داشت و عرب مینمود. و نماز که تموم شد هیچ کس قصد نکرد، یعنی ندیدم. راه افتادم دنبال نقشه، از این دکان به آن دکان. 5 تا دکان نوشت افزار فروشی و کتاب فروشی را سر زدم تا عاقبت یک نقشه گیر آوردم. از مدینه السلام، چاپ خدا عالم از کی، و از روی نقشه های دوره عثمانی به پهنی 2 تا کف دست. و نخل الزهرا گوشه مسجد النبی همچنان کاشته. از آن زمان تا به امروز مسجد پیغمبر را 2-3 بار تعمیر کردند و گسترده و نقل و دیگر مخلفات را زدند، ولی نقشه همچنان از 50-60 سال پیش حکایت میکرد. اما این آبادی البدر وسط راه
به مدینه که رسیدم متوجه شدم همان بدر است که آن جنگ را دیده و آن فتح را. آبادی پر از نخل و باغستان و کنار جاده چند تای قهوه‌خانه و میدانگاهی بزرگ پر از دکان‌ها برای فروش روغن ماشین و بنزین و تعمیرات. یعنی میدانگاهی بدر با آن فتوحات صدر اول اکنون خود مفتوح العنوه ماشین است. عین هر آبادی دیگری در هر جای دیگر عالم میان دو شهر بزرگ و یک جرثقیل کوچک ساخت محل زمخت با شلختگی تمام به هم جوش خورده کنار قهوه خانه بود و گنجشکک رویش نشسته و آفتاب که داشت میزد او داشت فضله میانداخت و هر بار که فضله میانداخت خودش جستی میزد به جلو عین جا زدن توپ موقع بمباران لندن. و یک عرب سیاه محلی شاگرد قهوه خانه روی دوتا لپش دوتا چاک به علاوه داشت، یعنی رسم آفریقایی به عربستان کشیده. جوانک چاق هم بود و لب‌های پف کرده داشت و جای چاک روی لب‌هایش سیاه‌تر از رنگ متن صورت بود و البته گود افتاده. عین چاکی که با نوک قاشق روی خمیر نان سیاه بزنی و بگذاری تنور تا آماس کند. دیگر اینکه در این سفر فهمیدم خار مغیلان چیست، یعنی دیدم نوعی درخت منطقه حاره‌ای و سایه افکن که در دره ماهورهای اواخر جاده مدینه در مسیلها فراوان است و جنگل مانند. لابد به علامت این که این اواخر بریدنشان را منع کردند و از این بازی ها. هرچه باشد اینها هم نفت دارند که به جای چوب بسوزانند. از 100 کیلومتری پیش از مدینه کوپایه مانندی شروع شد در حدودی عین کوپایه های منجیل که بعد شبیه شد به کوپایه های باجگاه شمالی شیراز و بعد هم چنان که با اتوبوس به سرعت میراندیم سواد مدینه پیدا شد. زمین با پوششی از سنگ سیاه ترکیده از درون سنگ پامانند که از دور گمان میکردی سبزی به سیاهی زننده نخل هاست ولی سنگ بود و در شهر و حومه ساختمان فراوان از آن کرده. در حومه شهر بی هیچ روپوشی از گچ یا سیمان یا آهک، اما در مرکز شهر اغلب روپوشیده که اگر چنین نبود میتوانستی بگویی مدینه شهر سیاه است، همچنان که بیت المقدس شهر خامه‌ای و روم شهر اخری. نکته آخر برای امشب این که عجب دو ستدی میکردن اطراف مسجد النبی، بازار و بازار و بازار، غیر از دکانهای محلی ثابت و دورگرد و تک تک و دست جمعی و تئاتری و اهل محل و زوار و همه در هم. یعنی عکاس اینجا هم بوده است یا بعدها آمده؟ و اصلا آیا عبادت و تجارت توأمن یا یکی زایده دیگری است یا دنباله سرگرم کننده‌اش و کدام یک؟ هر کس پیش و پس از مراسم پنجگانه نماز چیزی می‌خرد یا می‌فروشد. یارو سجاده‌اش را وسط خیابان پهن کرده و برای صف نماز جا گرفته، اما نماز که تمام شد همان رو بساطش را پهن می‌کند و بساطش یک مشت عقیق یا فیروزه یا تسبیح یا عطر یا دستمال یا مسواک چوب گز و همین جور شانه به شانه. در خیابان‌های اطراف مسجد النبی رفت آمد ماشین ممنوع است و لابد فقط در ایام حج.